من اویدی همین دندانایم چند بار با کلینیک مراجعت میکردم. بعد 8 سال پیش با کلینیک مراجعت کردم و اونجا دکتری نبودم که بیگوهای حسن. اون کس مرا با پیش پروفسور اودیوف روان کرده بودن. با تشبوس اون کس محروم اودیوف برای من دندان اویدی دندان ساز کردن. اون وقت خیلی پیشروی که حاضر هستن نبودن برای که گفتن که ما حاضر به این طلب جوابگو نیستن، برای که در طرف خارجی ازبکستان همین چیزو برآمده بودن، لیکن در تاجیکستان نبود این چیز. برای همین باید گفتن که خیلی شما به موا اولی میتونید با همون دندانای پیشتر هم میتونید احتیاطا باید کردن گیرید. لیکن سرامنو همین ورش زوالش میرسیده به سلامتی آدم. اکن دندان سوز باشد خوراکم نز خورده میتونی، حل کرده میتونی، نباشد و به معده‌تون زوال میکند. بعد این سال همین خود تصادفاً من دندان اذیت کشیدم. اومدم همین استوماتولوژیا پژوهشگاه اومدم. پیش من این دکتر خالف سیدعلی برآمدم. منم تصادفاً این را نمیشناختم. پرسیدم که همین اویدی دندان من کی به مراجعت کنم، چیکار کنم؟ با اینکه از در این نفهمیدم که این دکتر به همین چیز مناسبت داشتم. بعد در آوردن دیدم گفتن اول فهماندن وضعیت منو، گفتن که اگر شما رفته رنگین کنید و مقصد اویدی رنگیناتون بعد عاقبت همین حیاتون هم میبینید چی میشه. رفتم 2-3 جا نپرولین دادن، رنگین کردم اومدن. بعد این کس به من توصیه دادن که ما همین خیلی نگرانی نو داریم، اگر شما راضی باشیدون خیلی نصیب باشد نقض میشد به سلامتیتون زوال نمیشود و مقصد دندان دیگه اذیت نمیکشید. من راضی شدم به همین جراحی. پروسیدورش راستی گپ ماه ایون من یک جراحی گذروندم. بعد چند قفس گذشت، بعد من این نو حضور امروز نصیب باشد خدا خواهد جراحی دویمه میگذرونم. خوشبختانه در تاجیکستان ما حاضر همین چیز میسر شده است و میتونن با همین استوماتولوژ مراجعت کنن. این جراحی را شما میتوانید گذرانید. من یکم بار این جراحی را گذرانده هستم. خدا نصیب کند با آینده شد میبینیم. در پژوهش علمی کلینیکی استوماتولوژیا و جراحی جوهری نویگرایی که در سایه جراحی جوهری مرحله با مرحله جایگی شده است و امروز ما مناقشه گرفتیم با گذراندن یک جراحی که بار اول در جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود. این هم باشد در وقت سخت کاهش شدن استخوان‌های جوف، کدام وقتی که گذاشتن ایمپلانت‌های دنتالی غیر امکان است، ما استفاده میبریم ایمپلانت‌هایی که در تکی در بالای استخوان گذاشته می شود و این با اسلوبی یک جایگی با اسلوبی 3D که با بیو انژینیر موثریت گذرانده تیار کرده می شود. این نمود جراحی حساب می شود یکی از پیشروی در جمهوری تاجیکستان و با مساعدت رهبریت ما این گونه جراحی را میخواهیم که زیادتر در اینجا جاری کنیم و من بسیار خرسند هستم که متخصصای جوانی که در این پژوهشگاه کار میکنن بسیار هم شوق زیاد دارن، از آن جمله مدیر شعبه جمعیف و دکتری جوان سیدعلی بسیار هم خواهش کردن که ما این جراحی را یک جایی گذرانیم و در آینده من باورم است که اینها این چیزا به طبع مکمل جاری کرده زیادتر استفاده دارم. باید گفت که این درس آوردها در سایه علمی طب
یک پیشروی هست، پیشروی در جمهوری تاجیکستان است که باعث افتخار می باشد. از گیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بار اول در پژوهشگاه علمی کلینیکی استوماتولوژی و جراحی جاغوری عملیاتی یعنی برقرار کردن قطار دندانها ایمپلانتانتی ایندیویدوالی زیر استخوان‌پردگی گذرانده می شود. این هم باشد خیلی برتری‌های زیاد دارد که سال‌های قبلی چنین عملیات‌ها در جمهوری تاجیکستان گذرانده نمی‌شد و با دیگر یعنی کشاندن استخوان‌های خود بیمار و یا اینکه گذاشتن دندان‌های گرفته شونده گذرانده می‌شد. خوشبختانه باشد با ترقیات علمی طب و تکنیک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی، ما جوانان کوشش کرده ایستادیم که در پژوهشگاه عملیات‌های نوی جراحی رو براه مانده و بیمارانی که با نبودن دندان‌ها اذیت می‌کشند برقرار کردن قطار دندان‌ها رو کوشش کنیم براه مانیم و اینچنین گفتنی هستند که این اصولی که جراحی گذرانده می شود و در آینده در مدت کوتاه برقرار کردن قطار دندان‌ها گذرانده می شود. این اصولی معاصر نادر در جمهوری تاجیکستان بار اول گذرانده شد. بیشتر بیماران بودند که از نبودن قطار دندان‌ها اذیت می‌کشیدند. ما از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان سفربر شدیم و جمهوری ایران. در آنجا طول 3 ماه تکمیل اختصاص گذاشتیم و چنین عملیات جراحی نو را آموخته و بار اول است که در جمهوری تاجیکستان با موفقیت گذرانده شد. چی جراحی بود؟ این جراحی برقرار کنی قطار دندان‌ها با راه ایمپلانتانت تیتانی زیر استخوان‌پردگی. پیشتر قبل برقرارسازی قطار دندان‌ها از کشاندن استخوان از خود بیمار یعنی مانند اوتوترانسپلانتانت، کسینوترانسپلانتانت، آلوترانسپلانتانت که این مدت دور و دراز رو در بر می‌گیرد. ایمپلانتانت تیتانی ایندیویدوالی زیر استخوان‌پردگی باشد، مدت کوتاه رو در بر گرفته و ما می‌توانیم بعد گذاشتن ایمپلانتانت تیتانی زیر استخوان‌پردگی بعد از 2-3 ماه قطار دندان‌ها رو برقرار سازیم. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با ترقیات علمی طب، تکنیک و تکنولوژی اینچنین طلبات زمانوی معاصر در پژوهشگاه علمی کلینیکی استوماتولوژی و جراحی جاغوری اصول نوی برقرار نمودن قطار دندان‌ها با راه تیار نمودن 3D با یکجایگی با بیوانژینر استفاده ایمپلانتانت تیتانی ایندیویدوالی که زیر استخوان‌پرده گذاشته می شود در جمهوری تاجیکستان بار اول جاری کرده شد. این هم باشد با همکاری با شرکت بون ایزی که در کشور بلژیک قرار دارد تیار کنی این ایمپلانتات مدت 2 ماه را در بر میگیرد. بیمارانی که از نبودن قطار دندان‌ها و خرابشدگی استخوان اذیت میکشند اگر به خارج کشور روند مقصد خرج و خراج این خیلی زیاد می شود. امروز ما می توانیم با مصرف کم در جمهوری خودمان این عمل جراحی را انجام دهیم.